سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز جمعه 16 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه وزارت مالیه تاجیکستان میگوید امسال برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون میلیاردها سومانی اختصاص میدهد تا ساختمان تکمیل شود. صدها نفر از جنگجویان داعش بعد از جنگ و تلفات به گروه دیگری افراطی تسلیم شدند. در بین آنها جنگجویان از آسیای مرکزی هستند. ماموران میلیسا گدایان را از مرکزی دوشنبه میرانند. مردم عادی میگویند باید حال گدا را فهمید چون از ناچاری در کوچه میشیند. خداوند که مثال ما همون راه برده هوایه. من از کجا دونم که وای چخیل زندگی داره، چخیل حاضر با همه زندگی معلوم که مثال همش در میتی. مقامات انتظامی جسد یک دختر 21 ساله را از گور بیرون کردند تا مشخص شود او در واقع خودکشی کرده است یا نه. جسد فریضه خوجه نظر ساکن ناحیه سنگوار طویلدره سابق را روز 11 فوریه در خانه شوهرش آویخته یافتند و گفتند که او خودکشی کرده است. خویشاوندان فریضه میگویند باور ندارند که دخترشان خودکشی کرده باشد. دختر 21 ساله را روز 12 فوریه دفن کردند و به قول خویشاوندانش او در بطن طفل 3 ماهه نیز داشت. سبب‌های مرگ دختر تحقیق می شود، اما حادثه‌های خودکشی بنابر زورآوری در خانواده در تاجیکستان کم نیست. وزارت مالیه تاجیکستان امروز گفت که امسال برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون میلیون‌ها سومانی اختصاص دادند تا در زمان مقرر شده به کار شروع کند. از سال 2009 تا کنون دولت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون از بودجه بیشتر از 12 میلیارد سومانی خرج کرده است. شرکت ایتالیایی سالین امپرجلا وعده داده است که ماه نوامبر همین سال یکی از چرخه‌های راغون را به کار می‌اندازد. جزئیات بیشتر در گزارش برات یوسفی. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید برای ادامه بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در سال 2018 2 میلیارد سومانی از حساب بودجه کشور اختصاص شده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر نوی مالیه تاجیکستان در نشست خبری نهادش افزود همزمان با سرمایه‌های بودجتی حصه دیگری نیز از حساب مبلغ وامبرگ‌ها در بنیاد نیروگاه راغون خرج کردند. مجموعاً مبلغ وامبرگ 500 میلیون بود و از این حساب دایره 65 میلیون حاضر میلیون دلار تا به امروز از همین حساب استفاده شدند. این حال در مبلغ‌گذاری یگان مشکل نیست. وزیر مالیه تاجیکستان از خودکنی و یا استفاده سرمایه‌های اختصاص شده در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را به مشکل ارزیابی کرد. این در حالی است که قضیه بازداشت رهبران شرکت امید 88 به قرض سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون و وزارت مالیه ربط می‌گیرد. آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد نیز گفت در این قضیه کارمندان وزارت مالیه از جمله وزیر سابق این وزارت عبدالسلام قربانیان بازپرسی می شود. اما وزیر نوی مالیه از توضیح این موضوع و برکناری تعدادی از کارمندان در پی قضیه قرضداری امید 88 خودداری کرد. در مورد شرکت امید 88 من فکر میکنم که شما باید با ما موافق باشید. این حال از جانب مقامات تفتیشاتی کارها عملی کارها رفته ایستادند و من از شرح این مسئله عین حال خودداری میکنم. ساختمان دوباره نیروگاه برق آبی راغون پس از به فروش گذاشتن سهمیه‌های آن در سال 2009 از سر گرفته شد. در معرکه پرسر و صدای سهمیه فروشی بیشتر از 900 میلیون سومانی سهمیه‌های نیروگاه راغون فروخته شد. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری این طرح مهم سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به فروش گذاشته شد. مقامات بانک ملی ماه سپتامبر سال گذشته اعلام کردند که 38% این وامبرگ‌ها را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمیون 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. اخیراً شرکت سالین امپرجلا نیز گفت که بر رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که چرخه یا اگریگات اول نیروگاه راغون را روز 16 نوامبر سال جاری به کار می‌دارند. این شرکت ایتالیایی از سال 2016 باز مسئول ساختمان نیروگاه راغون است.
رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. 100 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد ماندن در محاصره یک گروه افراطگرای دیگر در ولایت ایدلیب در سوریه خود را به این گروه تسلیم کردند. یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که چگونه افراطگرایان دیگر صدها مرد ریش‌دراز و ژولیده را تفتیش می‌کنند و از آنها نامناسب می‌پرسند و سپس به اتوبوس سوار کرده می‌برند. ویدیو را با هم می‌بینیم. روز 13 فوریه یک سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه خبر داد که در ولایت ایدلیب این کشور کمش 400 سلاح به دست گروه دهشت افکن دولت اسلامی خود را به مخالفین حکومت بشار الاسد تسلیم نمودند. این سازمان علاوه کرده است که منطقه الخوین واقع در شرق ولایت ایدلیب شاهد برخوردهای جدی میان گروه تندگرای دولت اسلامی و سلاح به دستان سازمان جهادی تحریر شام شده است. مؤلفان در شبکه‌های اجتماعی نوار را جای دادند که در آن خلع سلاح و کافت و کاب سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش نمایش داده می شود. ناظران حقوق بشر می گویند چند پیش نیروهای دولت سوریه به سلاح به دستان گروه دهشت افکن امکان داده بودند که منطقه های محاصره شده ولایت های حلب، ایدلیب و حما را ترک کنند. ولایت جنوبی ایدلیب زیر نظارت نیروهای مخالف رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد قرار دارد. بر پایه آمار دولتی تاجیکستان بیش از 1000 جوان تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک کردند. ده ها نفر آنها کشته و سرنوشت دیگران روشن نیست. ريف حماه الاسم اسمي سطوف شو؟ سطوف محمد. من وين من ريف حماه؟ روز 17 فوریه کوسوو 10 سالگی استقلالش را تجلیل می‌کند. 10 سال پیش در روز 17 فوریه کوسوو خود را یک جانبه جدا از صربستان اعلام کرد. از آن زمان تا کنون سعی دارد رکن‌های مستحکم یک کشور مستقل را بسازد. از بس که وضع اقتصادش بد است، ده هزار از ساکنان کوسوو در خارج کار می‌جویند. حالا در آستانه 10 سالگی استقلال مردم کوسوو از عزم قوی و اهالی جوان با غیرت صحبت دارند. کیومرث سیاتا گزارش می‌دهد. لحظه هیجان برانگیز ورزشکاری جوان از یک کشوری جوان. سال 2016 مایلیندا کلمندی را در کوسوو با شور و شوق پیشواز گرفتند، چون از مسابقه گشتی دوزیدو از بازی‌های المپیک ریو مدال طلا آورد. نخستین مدال المپیک کشوری که 10 سال هم نداشت. من نمونه برجسته آن هستم که نوابسته از وضع زندگی در کوسوو اگر شما به خود باور دارید سخت می‌کوشید و به سختی‌ها آماده هستید و به مقصد می‌رسید. کوسوو جوانترین کشور اروپا است. 17 فوریه 10 سالگیش را جشن می‌گیرند که با مبارزه‌های طولانی به دست آمد. آخر سال‌های 90 در اینجا آشوب‌های آلبانی‌ها شروع شد. در پاسخ نیروهای یوگسلاو عملیات سخت را بر ضد آنها آغاز کردند. بعد از دخالت ناتو جنگ قطع شد و کوسوو زیر نظارت سازمان ملل متحد گذشت. از سال 2008 استقلال کوسوو را 115 کشور اعتراف کردند. صربستان و شریکش روسیه این کار را نکردند. من کوسوو را کشوری مستقل اعلام می‌کنم. پیروزی ورزشکاران چون کلمندی آبروی کشور را می‌بردارند، اما در خود کوسوو نهادهای دولتی و اقتصاد به تدریج قامت راست می‌کنند. اما رشوه‌خواری گسترده و نبود سرمایه خارجی مانع رشد شده است. ما به بازار اسکندرای می رویم ببینیم امروز چی می شود، کار می یابیم یا نه. ولان کوچیتسای 25 ساله چون بسیاری از همسالانش زندگی سخت دارد. دانشگاه اقتصادی را ختم کرده است ولی با فروش میوه و سبزیجات روز می‌گذراند. همکاران ما و همسبقانم زندگیشان را اینجا ساختن نمی‌توانند. حکومت کمک نمی‌کند ولی ما تسلیم نمی‌شویم، کوشش می‌کنیم. سن میانه اهالی کوسوو 26 سال است. از نظر اهالی جوانترین کشور اروپا و فقیرترین آن است. برای همین 10,000 نفرشان به خارج برای کار می روند. اما مثل سرند بوگیوسی هم هستند که ماندن تا در اصلاحات در داخل کمک کنند. او 33 سال دارد. نابالغ بود که 14 خویشاوندش را سربازان سرب کشتند و خودش را مجروح کردند.
سال 2017 در انتخابات پارلمانی شرکت کرد و پیروز شد. ساختن کشور نه فقط وظیفه سیاستمداران بلکه شهروندان عادی نیز هست. ما کشوری خرد با امکانات عظیمی داریم. ما جوانان زیرک و عالی داریم. ما باید برای آنها شرایط فراهم آوریم و کشورمان را بسازیم. ساختن کوسوو آسان نیست چون مشکلات جدی اقتصادی و سیاسی در پیش دارد. در آستانه دهمین سالگرد استقلال بعضی بعید آماده می شوند و بسیاری ها امیدوارند که حاصل استقلال آینده و زندگی بهتر خواهد بود. برمیگردیم به تاجیکستان. در هیئت رهبری آسیا پلوس یکی از رادیوهای مستقل و معروف تاجیکستان تغییرات به عمل آمد. از جمله بعد از 12 سال رهبری در این رادیو پروانه احراری را محرری رادیو منیژه احمدوی عوض کرد. منیژه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیت دارند برنامه‌ها با زبان تاجیکی را در آسیا پلوس بیشتر کنند. ما حضورش به بسیارتر تاکید میکنیم با گفتارهای رادیو آسیا پلوس باید بیشتر با زبان تاجیکی پخش شوند. یعنی ما در این سمت حضور کار میکنیم. برنامه‌های تاجیکی زیادتر میشوند، برنامه‌های تحلیلی میخواهیم در افیر پخش شوند. ما ژورنالیستان کسبی رو میخواهیم به کار جلب کنیم. رادیوی مستقل آسیا پلوس سال 2003 تأسیس یافته است و بخشی از میدیا هلدینگ آسیا پلوس است که هفته‌نامه و مجله هم دارد. گروهی از گدایان در دوشنبه میگویند ماموران میلیسا در پایتخت آنها را از بعضی از کوچه‌های سیرادم میرانند تا نشان بدهند که در دوشنبه مردم محتاج نیست. خود شما هم البته با طلبنده یا گدای روبرو شدید و شاید خیر هم کردید. همکاران ما در دوشنبه به نزد چند گدا رفتند و پرسیدند که چرا به این حال افتادند. در دوشنبه جایهایی هستند که گداها باید در آنجا نباشند. آن جایها را خط سرخ مینامند. یکی از آنها نیز خیابان رودکی شهر دوشنبه است. به گفته طلبنده ها در هر یک گوشه این خیابان میلیسا ها میگردند و آنها را به جایهای دورتر میرانند. خیرالدین 47 سال است و معیوب مادرزادی است. میگوید نفقه ناچیز میگیرد و مجبور است برای روزگار به کوچه براید و پول طلبد. من زندگی زواره کمی خورده من شما در چی گپی دو گمه. کسانی که روزی خود را از راه گدایی میابند سن و سال گوناگون دارند. تا یه خیلی شخص میگیریم نمیگیرن. عالم که در یکی از خیابان‌های دوشنبه شاورما میفروشد مشاهده کرده است که جوانان طلبنده هم بیشتر شدند. این والیا کمه بچه‌هایش بسیارن برات حفظتون کار نمیکنن اسپانو میبرن. به نفران محتاج از دیدگاه اسلام صدقه دادن ثوابی بزرگ است. بنابراین عالم به دودلگی به قدر توانش به آنها کمک میکند. ماکسیمالی ارز از 4 تا 10 касме بیام ماشین نمیتونم 4-5 تا میتونم نکنم обязательно. Правозащитник Вселенского полномочий. فیضی عالی خود را حامی حقوق بشر معرفی میکند. او میگوید به حکومت شهر پیشنهاد کرده است که محله گدایان را تأسیس بدهند. И все люди, которые хотят помочь. آدمانی که میخواهند کمک کنند پول جدا میکنند و آنجا ما این کمبغلان را نگاهوبین میکنیم. چون که آنها با پایهای لوچ خود با خوابیدن بالای راه منفرش با دستهای شکسته و رویهای کوفته آدمان را در حالت ناگوار میمانند. به ناموس شهر ما تأثیر میرسانند. والریا در نزدیکی مرکز شهر زندگی میکند. میگوید که روز موردی لطوکوب قرار گرفته است و حالا میلنگد. Я перешагивала через рычаг, вот такой вот рычаг. از بالای جوی می گذشتم. او به پایم با آهن زد. مردهای آنجا حضور داشتند شاید ساکنان این محل بودند. آنها یاری تجلیلی را خواندند. ناظر این منطقه از این حادثه خبر دارد و دیر باز به چشم نمی نماید. والریا میگوید دو معلومات عالی دارد. شغلش آرکیتکتوری است اما میگوید در نفقه است و کار کردن نمیتواند. روز تا 10 سامانی جمع میکند. طبق آمار در دوشنبه 500 گدا یا طلبنده هست که با صدقه و بخشش های مردم روز میگذرانند. بیشتر مردم هم هنگام دادن صدقه به همه آنها با یک چشم مینگرند. خداوند که مثال ما همون راه برده هوایی. من از کجا دونم که وای چه زندگی داره چه حاضر با همه زندگی معلوم که مثال
ҳамаш дар метиҳем. барномаи мо ба поён расид. худо нигаҳбон.